سلام و عرض ادب دارم خدمت همه عزیزان. امیدوارم که حالتون خوب باشه. میخواستم چند دقیقه باهاتون صحبت کنم بابت اتفاقاتی که تو این یکی دو هفته واسه من افتاد. گفتم که مستقیم با شما صحبت کنم خیلی بهتره و پیش خودم گفتم که اگه بیشتر سکوت کنم واسه جامعه فوتبال و ورزش خوب نیست. یه اتفاقاتی برای من افتاد بابت این فصل قرار دادن با باشگاه بزرگ پرسپولیس. این بود که اول به شما بگم که همه مردم و هواداره باشگاه بزرگ پرسپولیس اینو بهتون بگم که فصل قرارداد من کاملا قانونی هستش و هیچ خلافی تو این فصل قرارداد من نیست و فقط اتفاقاتی که داره منو اذیت میکنه فضای مجازی و مجریای محترم، گزارشگرای محترم و قلم دست‌های رسانه‌های عزیز که به خاطر اینکه شاید این حرفو نزنم ولی مجبورم این حرفو بزنم، به خاطر اینکه بازدید زیادی داشته باشن و مخاطب زیادی جذب کنن برای خودشون این کارو میکنن و من اجازه رو نمیدم، چون به هر حال من کاری ندارم به رنگ لباس تیمم و به هر حال من 12 سال تو تیم ملی دارم بازی میکنم و به نظر من بی احترامی به من که این همه زحمت کشیدم واسه تیم ملی زیاد خوب نیست. چیزایی که نمیدونید بخواید عکس العمل نشون بدید بابت صحبتایی که توی نمیدونم سایت ها و ادمینای پستای مجازی که به نظرم همشون خط گرفتن که بیان هوادارا رو، یعنی منو بندازن جلو هوادارا، به نظرم اینقدر خوب نیست بخوام بی احترامی کنم. یه اتفاقاتی برای من افتاده که میگن که بهرامند داعتی اشایر، افتخار میکنم داعتی هستم، افتخار میکنم که اشایر هستم، افتخار میکنم که از اشایر به این جایگاه رسیدم و بیشتر از اون افتخار میکنم که از اشایر اومدم و هیچ هزینه‌ای بابت این جایگاهی که دارم رو نکردم و همه میدونن که فقط با کمک مردم عزیزم و کمک اون بالاستری که خیلی هوامو داره خدا به این جایگاه رسیدم و 1000 تومانی هزینه‌ای نکردم بابت رسانه، ادمین، فضای مجازی که منو یه پله برام بالاتر و به خودم بابت این همه اتفاقاتی که برام افتاده افتخار میکنم و بابت فصلی که من انجام دادم برای باشگاه بزرگ پرسپولیس فصل کاملا قانونی هستش و بر فرض مثال اصلا بگیم که آقای بیرانوند مطالباتش کامل گرفته از باشگاه پرسپولیس، چرا بعد از فصل قرارداد من هیچ کدوم از اعضای هیئت مدیره باشگاه با من هیچ تماسی نگرفتن که آقای بیرانوند بر فرض مثال شما که مطالبات کامل گرفتید چی شد که فصل کردید و وقتی که هیچ تماسی با من گرفته نمیشه و وقتی که هیچ پیامکی برای من نمیاد، یعنی من کارم رو درست بردم جلو و یه تصمیمی گرفتم که به نظر من تصمیم خیلی عادلانه بود. خیلیاتون میگید علی بیرانوند پول کیه؟ علی بیرانوند به خاطر 300 میلیون تومان فسخ کرد. علی بیرانوند نزدیک 2 تومن مطالباتش بوده که باید باشگاه بزرگ پرسپولیس رو باید میداده و خیلی اتفاقات افتاده که تو این چند روز آینده فکر کنم همتون میشنوید، یعنی اتفاقاتی هست که میشنوید که چرا پول منو ندادن و دنبال چی بودن که منو اذیت کنن و میخوام بهتون بگم که این اتفاقی که برای من افتاد اتفاقی بود که من میدونستم که دنبال این هستم که یه جورایی من بندازن جلو هوادارا و اما یه چیزی به شما بگم که بازیکن پرسپولیس تو این 7-8 سال من بیرانوند نه، تمام بازیکن‌های پرسپولیس زحمت کشیدن و باید بهشون احترام بذارید و حقشون رو میخوان. حالا هواداری عکس العمل نشون میدیم تو این 7-8 سال بازیکن‌های پرسپولیس زحمت زیادی کشیدن و قهرمانی‌های زیادی به دست آوردن و وقتی که حقشون رو میخوان شما دیگه نباید با عکس العمل یه ادمین فضای مجازی یا پیج رسانه فشار بیارید و هر حرف رکیکی که بخواید به خانواده و ناموسش بزنید. این به نظر من خوب نیست و باشگاه بزرگ پرسپولیس متکی به بیرانوند و امثال بیرانوندان نیست و بیرانوند بره جایگزین هست و این اتفاقات افتاده برای باشگاه بزرگ پرسپولیس و علی بیرانوند یه اتفاقی براش افتاده، فسخ کرده، دنبال حق هم بودن و وقتی که شما تو همین چند روز پیش میبینید بازیکنایی هستن که تو تیمایی بودن که تیماشون در حال سقوط بوده و الان تو تیتر اول
خبرهای ورزشی و رسانه‌ها و پیجای فضای مجازی هستن که نمیدونم 40 تومن پول رضایتشه، 30 تومن پول رضایتشه، از این ور رونده شد بردنش اون ور، مبلغ‌های زیادی بهشون پیشنهاد میشه. انتظار داشته باشید که بازیکن‌های پرسپولیس نه بیرامن بلکه کسایی که زحمت کشیدن باید بهشون احترام بذارن. و یه اتفاقاتی داره من اذیت میکنه. چند تا از پیشکسوت‌های انگشت‌نمای فوتبالمون هستن. اولش که من تمام پیشکسوت‌ها رو دوست دارم، ازشون الگو برداری میکنم، خیلی چیزا ازشون یاد میگیرم و فقط من پیشکسوتایی که درباره من صحبت میکنن من خودم میدونم از کجا خط میگیرن و همین پیشکسوتایی که درباره من صحبت میکنن برگردن به عقب و فکر کنن عقب که چه اتفاقاتی واسه باشگاه پرسپولیس رقم زدید بعد درباره بیرامند صحبت کنید. و انگار یه چند تا از پیشکسوت‌ها صحبت کردن درباره بیرامند شغلشون شده و منم میدونم که از کجا خط میگیرن و همین یه انگیزه به من میده. خودتون همه میدونید کسی که بخواد منو اذیت کنه انگیزه منو 2 برابر میکنه. و پیشکسوتایی که میگید بیرامند اگه برگرده تیمو به هم میریزه، خدا رو شکر نشون داده که بیرامند هر جا بوده موفق بوده، نه خود بیرامند، حالا با کمک بازیکن‌ها و همه هوادارا. و تیم به هم زن نیستن، جدا از اینکه شاید تیمو یک دل کنه با رفتاری که دارن، با شخصیتی که دارن، ولی تیم به هم زن نیستن. وقتی شما میگید بیرامند اگه برگرده و کسای دیگه از حرفای شما سوء استفاده میکنن و هیچ عکس‌العملی نشون نمیدن و عشق میکنن که آره چقدر صحبت خوبی کرد و اگه برنگرده ما شاه میشیم، ما بزرگ میشیم، که نمیدونم هوادارا چارت کامل براتون گذاشتن، اینجوری خوب نیست به نظر من. برگردید قبلا ببینم شما واسه باشگاه بزرگ پرسپولیس چی کار کردید، چی کار بزرگی واسه باشگاه پرسپولیس انجام دادید که درباره بیرامند همچین صحبتی میکنه. و دومی که میخوام یه چیزی بهتون بگم، اجازه نمیدم که هیچ رسانه و هیچ گزارشگری و هیچ نمیدونم اینایی که قلم به دست رسانه هستن به من بی احترامی میکنن که حرفای رکیلی به من بزنن. من دنبال اگه اتفاقی برام افتاده دنبال حقم بودم و صفتم وای میسم حقم رو بگیرم و چیزی که زحمت کشیدم و به نظر من هر جا هم که بودم با دل جون کار کردم واسه تیمم، واسه هواداراش و خدا هم خیلی بهم کمک کرده موفق شدم. برای تنها صحبت اینی که دارم با هوادارا اینه که به نظر من یه جورایی بی‌احترامی نکنید به یه بازیکنی که سالهای سال زحمت کشیده براتون که بتونه فراموش نکنه این اتفاقاتی که براش افتاده. من که فراموش نمی‌کنم اتفاقاتی که واسه باشگاه بزرگ پرسپولیس رقم زدم، مخصوصا حالا شاید کارهای به قول معروف که رکوردهایی که خودم زدم با کمک شما هوادارا بوده، با کمک بازیکن‌ها بوده، با کمک تمام کسایی بوده و واسه باشگاه بزرگ پرسپولیس این اتفاق افتاده. ولی مطمئن باش من یه تصمیم گرفتم که سر تصمیمم هستم و شاید تصمیم احساساتی هم باشه، ولی برای من تصمیم گرفتم. امیدوارم که به تصمیمم احترام بذارید. ولی اگه این تصمیم گرفتم، این تصویرسازی و این آینده باشگاه رو دیدم که این تصمیم رو گرفتم و میدونستم که خیلی دنبال این هستن که باشگاه بزرگ پرسپولیس رو یه جورایی به قول معروف از اون قدرت نمایی که داشت میبرد رو به جلو رو بیارم پایین و این اتفاق به نظرم به زودی استارت میخوره واسه باشگاه بزرگ پرسپولیس. و بازم بهتون میگم باشگاه پرسپولیس متکی به بیرامند نیست و اگه بیرامند این اتفاق براش افتاد، بازم دوباره تکرار میکنم بیرامند پولکی نیست. فقط میخوام یه چیزی بهتون بگم، گفتم که بیرامند پولکی نیست. بیرامند اگه پولکی بود، زمانی که پیشنهاد داشتم از بلژیک، الان یه اتفاقی افتاده توی قراردادهای بازیکن‌ها که اگه زیر 50% پول بگیرن راحت میتونن فصل قرارداد کنن، ولی زمانی که بیرامند $700,000 به خزانه باشگاه پرسپولیس داد و رفت، اون موقع من 25% 30% پول گرفته بودم. همون موقع بهترین کار بود که من $700,000 رو بندازم توی جیب خودم و جدا از این $700,000 یه قرارداد خیلی خوبم با تیم بلژیکی ببندم و برم دنبال کارم. ولی نه، دیدم که باشگاه بزرگ پرسپولیس و هوادارا من بزرگ کردن و با تشویقاشون، با
صحبت‌هایی که با من میکنن به من رویه دادن و من دوست نداشتم این اتفاق براشون بیفته. دوست داشتم که یک کمک مالی باشون بشه و برم. آقای بیرانوند اگه پولکی بود یه زمانی تو همین فصل با عنوان یکی از کاپیتان‌های تیم رفتم صحبت کردم با مدیر عامل که گفتم آقا با بچه‌ها دستشون خالیه، باید پول بدید. توی قبل از اونم 2-3 تا بازی مونده بود به نیم فصل که من گفتم که آقای مدیر عامل تو این هفته سعی کنید 10% پول بدی که قولشو گرفتیم و رفتیم به بازیکن‌ها منتقل دادیم که آقا این هفته 10% شما پول میدن که نزدیک به هفته شد و مدیر عامل محترم اومد تماس گرفت و ما نداریم 10% پول بدیم، باید 5% بشه. که من این صحبتی که انجام دادم گفتم که من به عنوان یکی از کاپیتان‌ها به بچه‌ها قول دادم، به کادر فنی قول دادم که شما قراره این هفته 10% بدید، خواهشاً به خاطر حفظ آبروی ما و خودت و باشگاه این قول رو برآورده کن و این پول رو بده. گفت ندارم. گفتم باشه 10% منو نده. گفت بازم کم میارم. گفتم من میرم 2-3 نفر رو راضی میکنم که حداقل 4-5 نفر بشیم 10% پول نگیریم که بتونیم پول کادر فنی و بازیکنایی که گله‌مند هستن و پول نیازن پول اونا رو بدیم. من این کارو کردم و نزدیک 3 ماه بود که ما 10% از بچه‌ها عقب بودیم. همه اینو میدونن، بازیکن‌ها هم اینو میدونن. من پولکی نیستم. من اگه اتفاقی برام افتاده حقمو میخوام، زحمت کشیدم حقمو میخوام و دنبال بازارگرمی و چیزا نیستم. دنبال اینم که با احساسات هوادارا بازی کنم نیستم. من میدونم هوادارا چقدر به من لطف دارن. فضای مجازی رو میبینم، کامنتایی که برای من میاد با بیرون رفتنم بین مردم از زمین تا آسمان فرق میکنه و مطمئنم هواداری پرسپولیس کارهایی که من براش انجام دادم و تمام مردم ایران واسه تیم ملی تا سالهای سال تمام کارهایی که من انجام دادم البته با تشکیل‌های خودشون هیچ وقت فراموش نمی‌کنن. من اگه پولکی بودم این اتفاق برام نمی‌افتاد و من اگه تیم به هم ریخت باشه، تیمو خراب کنم، تیم به هم زن بودم، نمی‌رفتم 4 تا از بازیکن‌ها رو راضی کنم که به خاطر من 2-3 ماه از 10% خودشون بگذرن. و من اگه کاری دارم انجام میدم فقط به خاطر اینه که حقمو میخوام، میبینم که چه کسایی دارن و چه کارهایی انجام دادن تو این ورزش و هر ورزشکاری دوست داره حقش رو بگیره. شاید یه بازیکنی باشه 2 برابر رو به نوش جونش، اونم پیش خودش داره فکر منو میکنه، میگه من حقم اینه، حقمو میخوام و دارم میگیره. ولی من انتظارم از هوادارا اینه که گول رسانه‌ها و فضای مجازی، رسانه‌ها واسه خراب شدن بیرانوند تیرشون به سنگ خورد و بیرانوند خیلی زود نقشه داشتن براش که تو پرسپولیس خراب کنن، خیلی زود نقشه داشتن براش که از تیم ملی دورش کنن. ولی بیرانوند چون پول حرام سر سفرش نبرده این جایگاه رو داره، چون زیر به کسی نداده این جایگاه رو داره پیش هوادارا، پیش مردم و با تلاش و زحمت خودم به اینجا رسیدم و همینا ادامه میدم. به خاطر همینم هست که این جایگاه رو دارم و میبینم صحبتایی که انجام میدید، حالا فقط صحبتم با هوادارا همینه. من یه تصمیمی گرفتم، باید تصمیم احترام بذارید و فقط میخواستم اینو بهتون بگم این اتفاقات هست و خیلی دوست نداشتم که من اینجا باشم و اینم دارید میبینید از چند تا از پیشکسوت‌های انگشت‌نمای فوتبالمون که دارن چجوری صحبت میکنن. بیرانوند اگه برگرده تیم به هم زنه، بیرانوند دیگه نباید برگرده. از آقای مدیر عامل خواهش میکنم بیرانوند دیگه نباید برگرده و شما هم دارید استقبال میکنید دیگه. دمتون هم گرم، خیلی هم مخلصتون هستم، استقبال کنید. منم به عنوان یه هوادار واقعی موقعی که از اینجا جدا میشم، البته هر جا که برم سرمو میذارم واسه تیمم، نشون دادم سرمو میذارم چون پول حلال بردم سر سفره‌ام پیش خانواده‌ام و مطمئن باش یه روزایی اتفاق میفته که همیشه سرم بالاست و با افتخار سرم بالا میکنم و چشم تو چشم همتون رو نگاه میکنم و باهاتون صحبت میکنم. همینی که من میرم بیرون هوادارا اینقدر مهربون، اینقدر با احترام با من صحبت میکنن، این برای من یه دنیا ارزش داره. نمیخوام زیاد سرتون در بیارم، خیلی مخلصم، فقط خیلی صحبتی که انجام بدم ولی چون گفتم یه چند دقیقه وقتتون بگیرم همین کافیه. ان شاءالله تایم زیاد اساس صحبت کردم. خیلی مخلصم، دوستتون دارم، حلالم کنید.